4 نماد براتون گذاشتم که قراره ناخودآگاهتون رو به چالش بکشه. نماد چشم، نماد مار، نماد پل و نماد ماه. برای شمایی که چشم رو انتخاب کردی باید بگم شما شهود قویی داری. حس می‌کنی باید ببینی و حقیقتی رو کشف کنی که دیگران ممکنه اون رو متوجه نشن. این نماد با شهود و آگاهی شما ارتباط بسیار زیادی داره. در واقع پیام شما اینه که نگاهت رو روشن کن. اجازه بده حقیقت رو آشکار بشن و تصمیمت از عمق درونت بلند بشه و بهش شک نکنی. برای شمایی که مار رو انتخاب کردید، انرژی عمیقی درون شما فعال شده. چیزی شما رو به توقع، بازبینی و تجدید دعوت میکنه. مار همیشه نماد تولد دوباره و رهایی از نسخه قدیمی بوده. وقتی نگاه میکنی میبینی که گاهی زندگی از ما میخواد مکث کنیم. کمی عقب بایستیم و نفس بکشیم قبل از اینکه به حرکت بزرگ بعدی بریم. این زمان برای استراحت و بازسازی درونی مناسبه. اجازه بده افکار و احساساتت به نظم برسن. پیام کسی که پل رو انتخاب کرده این هست که اعتماد کن به مسیرت و به خودت اجازه بده قدم بعدی رو به آگاهی و قلب باز برداری. تو در حال عبور یه مرحله‌ای هستی که قدرت و ثبات زندگی رو بیشتر لمس کنی. چرا؟ چون که پل همیشه نماد عبور بوده و انرژی درون شما هست که ترکیبی از اعتماد به نفس، تصمیم‌گیری و پذیرشه. باید انتخاب کنی که قدم بعدی کجا باشه. و برای کسی که ماه رو انتخاب کرده یادآوری کنم که حتی در تاریکی هم روشنایی پیدا میشه. انرژی درونی تو میتونه تو رو به نقطه‌ای از ثبات و رضایت واقعی برسونه. چون تو با جریان زندگی و چرخه‌های طبیعی همسو هستی. ماه هم نماد شهود، احساس و پذیرش تاریکی درونه. یک مرحله جمع‌آوری و مراقبته، جایی که میتونی روی خودت، روابطت و اهداف واقعی تمرکز کنی و رشد کنی.